بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تو کی هستی جنگاور؟ سلام همکار. علیکم سلام. این مردک چی گفت است؟ یخمی نمویی؟ بخدا با تو باورم نمیاد. باز زمین جنگاور. وای آدم که ها مرده رفته است. تو از پس چی هستی؟ بخیر بریم لبی ساحل. گوش کن. کسی که کی بودن جنگاور را فهمید بچه هلاک شد. احتیاط کن برادرم. نمک، شرف، اونالا لوینت کراسافچی همه شما برفتن. احتیاط کن که جنگاور پیدا نشود که سر شمشیر بکشه برادرم. در حقیقت من فهمیدن میخوام مراد کمیسر. تو از پس چی هستی ها؟ دیگر از پس چی میشوم؟ از پس اژدهارم. ای برادر باز همون اژدهاره؟ او مرده رفت. یک حیات از پای هیچی میگردی کمیسر. نامی من کمیسر مراد. یگان جنایتکار خودش را مرده گفته پنهان شده نمیتواند. گنده یک روی کمیسر مراد. یک بار لیوین یکی زوبای در گوش نمیکنی. بین پیش از وظیفه را گرفتن تو یک لیوین کمیسر بوده اینجا. او هم با مثل تو جنگاور کلتکیل اژدهار گفته میگشت. مانده بود که جنگاور را بکشنه که جنگاور سری شمشیرش کرد. تا زنده ام نامی لیوین در ویردی زبانی ماست برادرم. جنگاور کی بودنش را میداند. هم مردک تکری و کو جنگاور مرده است میگویم. همش مرده رفت. کلتکیل است جنگاور اژدهار مردند. از کجا میدانی که مردند؟ ها؟ جسد آنها را پیدا نکردند کو؟ شاخ و روکای کلاس بر نیفتند. یافتند. شمشیر اژدهار و اولوتای مهنتی جنگاور از بر نیفته. خیر یعنی تو گفتنی که جسدهایشون در کجایند؟ هم مردک ممکن اکل عبیدشون کرده باشه. مشکلی نیست.
اژدها را به جنگاور می‌یابم. یک چیز میفهمم که بفهمم. چه خیلی؟ دختر نقابدار. دختر نقابدار؟ نه، این رو از کجا با او پیوست کردی؟ چه خیل نه ها؟ چه خیل نه؟ آخر هر وقتی از پس اژدها روم این دختر رو برویم میبراید. انیق یگان رابطه دارد. وگرنه چرا از پس اژدها است؟ انتقام گرفتن است. چه خیل انتقام بیهودگویی نکن از برای خدا. وای قصص دوست داشته اش را گرفتن میخواهد. اژدها دوست داشته او را نکش مگر. چی ها میگویی؟ من نفهمیدم. جورا دختر نقابدار وای نباشد میگم. کی نباشد؟ زهرا شانلی، قیسنگ لکه اونال نویره بوبی اکرم. زهرا شانلی هم خیلی میشوه؟ غیر امکان است. امکان دارد 100%. امکان دارد؟ از کجا میدونی تو؟ با چشم دیدی مگر؟ ها؟ بیهودگویی کرده ایستاده ای. آن دختر مرده است چه خیل می شود؟ در این دنیا هر کار شدنش ممکنه برادر عزیز. موضوع کلان این. گوش کن. و زهرا شانلی برای انتقام گرفتنش روش علیش کرده. حاضر تو از من میپرسی مادامی که رویش را جراحی کرده است پس چرا نقاب میپوشد؟ حاضر من بگم که در رو برای تو کمیسر لوین ایستادگی. تو مرا باور میکنی؟ البته نمیکنی. تو بسیار فیلم تماشا کرده سرت را گرم کرده ای. برادرم چه خیلی فیلم ها؟ حیات ما مثل فیلم شده است. هر روز داخل یک فیلم هستیم. بیا. سردارم، دختر نقابدار در کامرای نظارتی نزد انبار دیده شد. خسته نباشد بابا الهام. رحمت سردارم. در کجاست آن دختر؟ در کجا هستی دختر نقابدار؟ من در اینجا است. کنی بینم؟ دختر نقابدار. وای ماشین را تعقیب دارد. اینجا کجا است؟ الهام بابا این نوارا کمتر پیشتر میتونی بکنی؟ اینجا طرف لینسکی رایون است. چشمه روبوت است کو؟ بله سردارم. نهایت به دست افتاده دختر نقابدار. گپ نیست که زنگ بزن با خدمتچی زنگ بزن. اژدها در کجاست؟ نمیدونم. اژدها در کجاست؟ اژدها در کجاست؟ این خیلی آدم رو نمیشناسم. آخران بار میپرسم اژدها سرخ در کجاست؟ نمیدونم.
اژدها را چرا میکابی؟ برای کشتن. به این هموکای ها مرده است. مادامی که اژدها را مرده است، چرا اون آدم ها را کشتی؟ تا که گپ نزنند؟ مثل که کودک را فریب میدهی. در راه هستن که دختر نقابدار به همینجا گذاشته بود. میگه که به یک انبار در آمده است، به همونجا رفته ایستاده. فهمیدم همکار. گزابج خکه شدی چه؟ دختر نقابدار را دستگیر کنم تو هم به دست میافتی اژدهای سرخ. میکوشم تو را. این موتورسیکل دختر نقابدار است. کمیسر، این جایها را من میدونم. در قفای بینو یک در پنهانی است. تو از در پشت رو. تمام. رو. گپ نیست. شما هم با کمیسر زوبای روید. زود. همتون از قفای لبه. ای آخی زوبای، حرکت کنید. پلیس آمدن. هم تو رو هم اژدها را میکشم. انتظار باشید. مرا دستگیر کردن نمیتوانی همین خیل نه کمیسر. بیهوده میدوی. از من خلاصی نداری دختر نقابدار. با من ده. چیکار میکنی؟ تو مگر دیوانه هستی؟ پلیس رو زنگ بزنم. نترس، من پلیسم. او رو دستگیر میکنم. تو تمام شدی. تمام شدی تو. این بار از دستم خلاصی نداری. بیهوده میگریزی. با کجا میروی؟
پشت سرش کردم. فکر کردی مرا پشت سر کردی ها گربه کوچگی؟ تو برای اژدها رو کار میکنی گپ زن. کنه گپ زن گنگ شدی. من با دخترها جنگ نمیکنم، برای همین تو را نمیزنم. با ادب باش، مرا عصبی نکن. تو تمام شدی. دیگر راهی گریز نداری دختر نقابدار. زود در کجا بودنی اژدها را گپ زن. تو برای او کار میکنی همین خیل نه؟ نقابت را کش، رویت را بینم. چیکار میکنی؟ تو دیوانه هستی؟ اگر جای اژدها را نگفتم موری، لازم شود بار دیگر تو را میکشم. بس است. باز از دست دادم. نپرسم کار. دختر نقابدار را در آخر از دست دادم. در کوچه کولی مزارم. بیا مرا از اینجا بگیر. شد. به وجدانه قریب دستم را می شکست. احمق کمیسر فکر میکند که برای اژدها رو کار میکنم. به عقل از پشتی تو شدم، اکنون اژدها رو پیدا نکردم. باری دیگر روبرویم برای آخرین دیدار مانده شد کمیسر. مرک سوز هستی؟ احوالت بد تفتشته. چی ششته ایجا؟ دشمن انبارا یک به یک همش دستگیر کردم. نمیریم یه لنکا بوجیشو کنیم جورا؟ بهوده امید نبند. گپ نمیزنند. گپ هم زنند هیچ چیز را نمیدانند. ولی اگر دختر نقابدار را دستگیر میکردیم همه چیز تغییر میافت. مطمئنم که او با اژدها سرخ رابطه ای دارد. ولی چی رابطه؟ نمیدونی. میخواد انتقام کرتکلش رو گیرد. ای کمیسر، زوراست او، زورا. چرا با من باور نمیکنی؟ گوش کن، این کرتکلش و زهرا باید دیگر بسیار عاشق بودند. عاشق مشوق. اژدها 2 سال پیش کرتکلش با شمشیر کشت. همه کار آنجا عوض شد. کافیست. کافیست دیگر گوش کردن نمیخواهم این گپ های دیوانه برا.
زهرا مرد میگویم. چرا تو نمیفهمی؟ مرد. ای مردک، هر وقتی که من دربارم دختر گپ میزنم رنگ روی تو دیگر میشود. چی گپایت اینجایی؟ این خیلی باشد موضوع رو نکشا. تمامه نمیکشایم. یا خدایا توبه. افتی خینه که دختر نقاب داره دیدی یا ندیدی؟ ندیدم. چه خیل بینم؟ دختر نقاب داشت. اوری آدم از جراحی میکنند باور کن آدم تماما دیگر خیل میشود. زورو چه خیل شده باشه؟ آشنا تو دیوانه هستی؟ با این کنجکاویت مرا عصبی کرده از این کیفیت میبری؟ یه مردک من چیت گفتم ها؟ باز میپرسد. پیشتر نگفتم که دیگر این موضوع رو نکشا؟ تمامه نمیگم. ای زورا را بمونه که دایی باره دیگر گپ نمیزنم. من میدونم که ترا میفوره که ببینی که در تن نقاب کیه. 100% میفورد. از چشم بلخ معلومه کمیسر. نمیخواهم زبید. نمیخواهم. فهمیدی؟ چهره یگان زن را دیدن نمیخواهم. تمام. این نفورت 100 نبوتد. با من چی؟ یا خدایا با کجا میروی؟ به مهمانخانه؟ مهمانخانه. بسیار خسته شدم. این مردک مهمانخانه بسیار قیمتی بده. نمیفهمی؟ 100 بار گفتم که بیا بریم در کوارتیر ما بشینیم. پول شبته بیا بشین. تمام. پگاه صحبت میکنیم. اگر بفره در سر چنبرک بشین. شد بیا من تو را میبرم. اگه خوردی ماشین تا درک شده نمیشود. اژدهاری سرخ زنده است. به قصد رفته باید اونها رو محافظت کنم، زیر خطرند. بله، خود رو زینب شعلی وانمود میکنم. همش رو پورا میدونم. مشکلی نمیشود. شد پروانه کن. ابله، دختر احمق، نهایت تو را دستگیر میکنم. بلبل بر این سخن میگویی. تو مکان اژدها را میگویی دختر. مکان اژدها را گپ میزنی. انتقامت را میگیرم جانم. نفره که تو را از من گرفت زیر خاکش میکنم. قول میدهم. قول. جنگاور در کجایی؟ زنده ای میدانم. با تو احتیاج دارم. به تو این کارا کرده نمیتوانم. بسیار خوشحالم. وای هجری، من بسیار در هیجانم. پگاه برای خواستگاری من می آید. نهایت شده. نهایت خانه‌دار می شویم. حالا هم باوریم نمی آید. من هم باور نمی کنم، اما با اذن خدا همش می شود. تمام نباشد من به خانه می درایم. بر وقتر خواب می کنم.
تو هم به خانه رفت بر وقت خواب کن. خوابت رو گیر. پیش از خوابت برای من یک راست فریز فهمیدی مده چم؟ رسم گفتی؟ آها. مایلش برای تو از پیش رسم میگیرم. از پیش؟ سلفی. تمام فرقش نیست، یک چیزند. تو بازدید نباشد. شب بخیر. نغز بیمان. درو مرا ببخشید، نجاتتان ندادم. وای وای وای، قصر رو ببین، زیبا است. خوش آمدی زینب شنلی، به خانه نوت خوش آمدی. به فکرم خطا نپوشیدم، از همه لباس زیبایی که افتم همین بود. کسی نفهمیده این خانه رو یک از نظر گذارونی؟ بله، قاعده اول خانم زینب شنلی دختر یگانه، تنها، زیبا، نازک طبیعت و دل شکسته است. انا همین خیل باید باشم. بفرمایید، به نزد کی آمدید؟ سلام، من زینب شنلی. زینب شنلی گفتید؟ خیز رو اول سر ریشت را تراش، بعد بیا. تو چهل آدم هستی؟ تو بر اینها را من خانه نمیدیم. نمیدیهی نده آخیر، من هم از تو خانه کرایه نمیگیرم. ای حالا هم گپ میزند. آواش، تو کی هستی؟ دانشجو هستی؟ نه جناب. خس با تو شین نگفتم. خدمت حربی کرده ای؟ بله.
من فکرم با پول خدمت کرده ای. گوش کن، از اول میگویم اگر با پول خدمت کرده باشی برای تو خانه نیست. به پول خدمت کردم. آفرین. یعنی به پول خدمت کرده ای. خب زن داری؟ بله ندارم، یعنی فرصت نیافتم. این چه خیلی گپ است؟ فرصت نیافتم؟ چه خیلی فرصت نیافتی؟ تا در بالای سرت سنگ نفتد زن نمیگیری؟ آن فرصت رو خودت میابی، یا اینکه تو به خانه دخترها رو میبری؟ اما عیب است مگر به خانه دختر میبری؟ خاموش، من تو بردی ها را نست میدانم. نه، از کجا میدونید؟ مرا اولین بار است میبینید که. خاموش، گپ نزن، من میدانم. وقتی که آدم را یکون بار بینم چه خیلی بودنش را از چشمانش میفهمم. تو مثل دختر باز مینمایی. من به مردی بیزن خانه نمیدهم. نه امک جان، من از پسرهای بیزنی عروس باز نیستم. من نمیدانم رفته خانه دار شود یا. شما کمی مرا بفهمید. من هم میخواهم زن گیرم ولی امکانات نشد. چیکار کنم اکنون؟ چی کار هستی تو؟ پلیس من، کمیسر مراد. پلیس گفتی؟ خیلی پسرم، از اول میگفتی پلیس بودنت را. پلیس ها تاجی سری ما هستن. با تو از همه خانه خوب رو میدیم، با تو خانه ندیم، دیگر با کی میدیم؟ شین پسرم، شین راحت باش. رحمت. با تو خانه بهترین این محله را میدیم. یک جوان است نامش هجری، مؤذن است. آشیانه یکم او خالی است. آن خانه را با تو میدهم. هم از هجری درباره خانه‌دارشوی کمی نصیحت میشنوی. امروز والدان هجری به خواستگاری زیبا صنمی ترکیه میروند. نفهمیدم اخیر. مؤذن زیبا صنمی ترکیه؟ مخصوص برای توست. کشاد روشن بسیار معقولت می شود. خوش بیا رویم. رفتیم. نمیوی مگر؟ بین خواهشمندها بسیارم، با آنها میدیم. رفتیم. گرفتنی باشی. بیا رفتیم. بیا بگذار. یا خدایا. ملیس، وای رو به خاطر داری؟ چی رو؟ خورد که بودیم تو من و زهرو بازی میکردیم. تو سرت رو در اینجا زده بودی. من؟ وای با یادم ناومد. ولی چی خیلی با یادت نیست؟ بسیار گریه کرده بودی. یک دقیقه ایستید. با یادم اومد. بعداً مادرم تو و زهرو رو بسیار جنگ کرده بود. هیچ از یادم نمی رود. نه جانم، من جنگ نکردم، سرزنشم نکردم. یعنی اگر گفته باشم هم با دقت باشید گفتم. بسیار شوق‌آور است. شما بینید از حادثه 10 سال میگذرد، حالا هم به یادمون هست. حلالمون بود. زینب جان، تو در آلمان همه چیز رو رها کرده یک بار چرا به اینجا آمدی؟ چیزی شده است؟ هیچ چیز نشده بود. اینجا رو بسیار یاد کردم. دیگر با آلمان نمی روم. خوب، بخششو در کجا ایستادن میخواهی؟ یعنی اگر برای شما مشکل نباشد با شما اینجا ایستادن میخواهم. و یگان مشکلی نیست آخر. البته ایستاده میتوانی. من بسیار خرسند میشوم. میستی. محله تازه است. مکانی آرام است. خانه اینجاست. تا در زیر خانه هجری جا میکنم. بیا بینیم. بیا پسرم، بسم الله. بهترین. یا بسم الله. بیا پسرم. انا در پس این در خانه هجری است. اینجا حجره تو است. بیا پسرم. یا بسم الله. خوش. این خانه قبول مهمانان. بسیار خوشه و راحت شکلی که میبینی. با اشیاهایش، آشخانه، حجره خواب.
تو تلویزیون داره. دیگر چی بخوای؟ بسیار زیبا. بیا ببینیم حجره خواب در این طرف است. گذر. شکلی که میبینی یعنی قاس میزند. نو تعمیر رنگ و بار کردم. همه تازه است. معلوم است. اگر معقولت شده باشد شرطنامه را میبندیم، ولی اگر معقولت نشده باشد در نوبت یک قطار آدم است با آنها شرطنامه میبندم، با آنها میدهم. یعنی شینه جنابی عظمی معقولم شد. خب نباشد چیکار میکنیم؟ شرطنامه را امضا میکنیم. این خیل باشد من به تو اجرت را نشان میدهم. رفتیم زینب جان. شناس میکنم دختری امکم زینب شنلی از آلمان آمده است. صلحیه و نازیه خواهر خونده هایم. ممنون هستم. من هم ممنون هستم. من هم از شناسای ممنون هستم. خیر زینب جان بیا خوبترش با حجرت میرویم. این دختر کیست مادر جان؟ یک خش دخترمون از آلمان آمده است. با اویلاشون وقتی زیاد بود که مناسبت نداشتیم، بینمون نفهمی بود. چرا این دختر یک بار خسته آمده است؟ پدر و مادر ندارد مگر؟ پدر و مادرش جدا شدند. تا جایی که میدونم زینب با اویلاش دیداربینی نمیکرد. چی میدونم؟ واه جانم زیغ شدم. تو هم به همه چیز زیغ میشوی مادر جان. این دختر چرا آمده است؟ تو نمیدونی؟ هر کسی که محتاج شود به این خانه می آید. این رو بین. زنی بیرو پولی پدرمون رو خورده باز به ما گپ میزند. پدرم کفته این عجوزه رو یافته است. اینجا حجره زهرا است. بعد از وفات کردن وی اینجا کسی نمی ایستاد. اکنون تو می ایستی. در وقت خوراک خوری و میخوریم. تو استراحت بکن. مایلش تا باز دید. بفرما. آخر اینجا 100 سوم نوشته اید. با فکرم خطا شده است. خطا نشده است؟ 100 سوم؟ بله 100 سوم دیگر اضافه نمیخواهم. چه خیل میشود؟ آخر بسیار خوب میشود یا خدایا. 100 سوم باشد 100 سوم. من پلیس ها را بسیار دوست میدارم. آنها تاج سری من هستند. پسرم من آدم شناس هستم. وقتی که آدم را میبینم کی بودنش را میفهمم. تو آدم خوب هستی. تو را دوست داشتم. تشکرم. اگر گپ پخته باشد امضاهایمان را گذاریم. تمام مشکلی نیست. بفرما. همینجا همین خیل نه؟ تمام. مبارک باشد. رحمت. خوش. این کلید خانه است. این کلید در بیرون، اینش از درون است. اینش از بیرون، اینش از درون. من چی سرم را گرنگ میکنم. خودت بین با کدامش کجا کشاده میشود. فهمو. گوش کن چی میگویم. امروز به خانه ما خوراخوری میایی. دعوتت میکنم. نه رحمت. وای یگان وقت دیگر انشالله. نمیشود. وقتی که من گفتم تو میایی دعوتی هستی میگویم. پسری من هم پاریس است کمیسر. در وقت خوراخوری شناس میشویم. فهمه؟ خوب مایلش. این خاتم در بالایش سراغ هم است. قصری بلوط میایی. تا باز دید.
فراموش نکن دکانی است. کدامش که شد استفاده بر. میسنجم عمل جان. قلمش رو فراموش کرد. باز اینش رو هم عیب من میکند. یا خدایا، قلمم را نمیدهم. یا خدایا. چه خیلی خوب شد که به اینجا آمدم. به خدا از مهمانخانه جانم خلاص شد. ما اون دختر خودکاری ندیدم. برای خیلی میکنید پدر، در آخری کار چرا دست میکشید؟ چی باشد؟ آخری بچه با او دختر خاندار نشه و گفته به استانبول نکوچیم مگر حاضر باشه با خواستگاریش برم. آخه چی کار کنیم آقای سعدی؟ پیش رهی بچه را گرفته نتونستی؟ چل را با دستان خودمون خاندارش نکرده ایستاده مگر دست بگی؟ پوشونم پدر. آخر برای این دختری بود گوهره بخش. قول دادیم با از قولمون نمیگردیم. با مون نمیزه با مایره دختری جورم دا وعده کردگیم. خیل گوهره بخش پدر، این خیل نکنید. من با سنم خاندار میشم گفتم. من با خواستگاری او دختر نمیرم گفتم. فهمیدی؟ پدر، مادر، 2 سال رسو 2 سال شما رو عیب نشود گفته ایستادم. 2 سال منتظر شدم که شما راضی میشوید. حاضر که با خواستگاری سنم میرویم دست کشیدن جایز است مگر؟ جایز است برای تو همه چیز جایز است. یا خدایا. مادر، پدرم رو فهمونه. آخه بچم برای سایرم عیب نمیشود. سایرم باز دختر خالت میشه. او گواره بخش کردگیم. او توی خل دختر پرتوفته نمیتونی. ای مادر جان اقلا شما نکنه. اوسیه سریعی بچه کار نمیکنه. آخی بای زیباسه نمیتونسی ای کجای نمیدونم دی بچه را جادو کردگی. استغفرالله، توبه چه خیل جادو پدر. همین خیل جادو. اگر جادو نمیکرد تو بچه ای نبودی که ای پشت یک دختر ای دفت پدر مادرت بروی. پدر مادر چند بار گپ زدیم کو. من سنم رو میگیرم. حاضر برای خواستگاریش میرویم گپهایتون رو بینید. بچم او دختر نوده برای یک شطره. اکا چرا این خیلی نگاه میکنین؟ با مادرم در این مسئله چیزی نگفتم. کو قسم خور؟ خودت میدونی من بیهوده قسم نمیخورم. فهمیدم. نباشد من خودم به شما خواستگاری میروم. اوه اکا ایست یک دقیقه ایست. مادر پدر شما چیکار میکنید؟ اکم رو تنها به خواستگاری روان میکنید. خودت تاقه کجا میره؟ قمچینی خال پاردم. آقای سعدی بیاد بچه مونه تاقه نمونیم که اگر رود دختر شونه نمیتنش. با بچه ای تو دختر نمیتن ما بچه ای در کجا پرتوفتگی ندارم. زنی بیاقل. برادر با کجا آمدیم با کجا آمدیم؟ ای گوسفندا شما کجا شدید؟ از پشت شما به عقل ها شده به خواستگاری هجری دیر میمانیم. اکا کنعان ما یک کاری خردکتی داریم. مو رو اجازه دی رویم ها. چی کار دارید؟ اکا ما یک کاری مخفی داریم. ای خر بچه مگر من به شما نگفته بودم که از دخترهای ازمی دور باشید؟ اکا ما با تو نی ازمی را گفتیم نه دختروشه. تا یکی خیل کردی اکا؟ یکی اکا دختروش تنجی بدای. وایو ما را دوست میدارم ما با وایو را دوست میداریم. اکا کنعان عاشقان را جدا نکن. علنه حشرات ها اگر شما رو یک بار دیگر در اطراف دختری ازمی ببینم پیش از او من شما رو میپرانم. مرا با وی دیوانه سر به سر نکنید. برگم شه من بطرنمیک نیستم حیوان. فهمیده؟ آسیا گوش که من میرم نه که دختر خواستگاری نمیکنم. تو خواستگاری میکنی من خوش نمیشم. اوی چه میشوه آقای سعدی؟ آخه تو دومود میشوی. ما هم همی گفت گفتیستم. ما همی دختر را نمیخوام. ما هم نمیخوام. گوش کنید من هم نمیخواهم. بس هست من خودم میکنم. سلام علیکم.
جناب سعدی زودتر رفتیم. بابای قادر انتظاری رو دوست نمیدارد به خدا. حاضر میگیرم همین قادر سر پرم وایرام شدگی اگر رگ لکا. مبارک باشد. انشالله دختر را میدهم. ای صغیره تو کی؟ در پایان خانه من چی میکنی؟ من مراد نو آمدم. همین خیل خوش آمدی مراد. خوش باشید. مبارک شود. خوش آمدید. مبارک باشد. رحمت. خدا شما را هم خوشبخت کند. رحمت. خوش آمدید. کنی رفتیم باز در نمانیم. رفتیم شما هم بیایید. اکا کنان جو ما از پس کارمو شویم. اکا کنان به این هم آدم بسیار است میگویم. ما زیادتی نشویم ها؟ خوب اما از دخترهای عزمی دور میشوید وگرنه هر دویتان را میدونید چی کار میکنم. آشنا این بابای قادر انیق به هجری دخترش رو با آسانی نمیگیرد. وقتشان رو زیاد میگیرد. اکای کنان دیر میوید. با جهاز هردمون بریم با دخترای دوملو عزمی به حضور توی در آشنا نشونیدی اکای کنان رو میکشم میگوید. باجه عشق خودش آدم میکشم میفهمی؟ ای شوکت اگر عزمی باز ما رو دستگیر کند آن زمان چیکار میکنی؟ یا خدایا اگر من ایوهان میترسیدم در پاییز سوار نمیشیدم. شوکت خیلی شده است که با پاییز ننشسته ایم. مترو دم نشته. هر دوش یک چیز نیستم. یک چیزم ایش هم با اوهان سوختگن اوشم. یه بچه چی نگذاری؟ ای برادر چی نگاه داری؟ با کسی مانند کردی؟ مانند نکردم. اگر کمی دیگر گذرانی تو را با کسی مانند میکنم که خودت را نمیشناسی. چی میگویدین؟ چی گفته ایستاده؟ چی گفتی؟ چی گفته ایستاده؟ جیگرو رام ای بدبخت هیچ خیلی گپ زنیه. تو در محله ما با بسری ما رو زوری میکنی؟ نگذرانید که هر دویتان را به درون میپرتویم. به درون میپرتون گفته است خانه را در نظر داره. جورا محبس رو گفته ایستاده از این پلیس است مگر؟ پلیس؟ این خیلی افتخاره که در پلیس کار بگیرن. انشالله نیست که نه از محبس بر اومده هم سالی به یک قلط سفسطه نگو من پلیس 1000 متر بیدی میشناسم. پیسرم شما کیم کی با ما باید وای مکده گپ زده؟ تو برادر کلتکل از شوکت نیستی مگر؟ بله شوکت جان اصلی هم. اینو مرا یکشو میدونم. فکری ندارم. تو همکار سقراط جنایتکار سمی. شما چخیل یک جای رفیق شدید ها؟ خیر تقدیر ما همین بوده است. تمام برادر. تو اینها رو از کجا میدونی؟ اگین هستی؟ دیگر از کجا دانم؟ پلیس هم من. پلیس هستی؟ کمیسر مراد. سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است. این آدم کمیسر بوده است. شما باید میکردید یعنی کمیسر مراد. از شناسایی بسیار خوشحال شدیم جناب. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوش میکشم. تو گوش گیرو میکشی چی گفته ایستاده یا؟ سمی بدبخت دم تا بگی مگه پتو دو دیسم یا خدایا و حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان. عذر میپرسم رفیق کمیسر این رفیق من بسیار بچه خوبه. راجش همه خیلی پراتیو نه که درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه و نه که نمازش نمیخونه. ای بدبخت یگان چی بگو گپای من تمام شی. یعنی مختصر کرده گویم این برادر جانم گفتنی هست که پلیسان توجی سری ما هستند نسبت اونو احترامی به اندازه داریم. الان منم همین گپ گفتنی بودم نه که بدبخت پیش من گفت. از آدمی خیانتکار احترام نمیخواهم. کی خیانت کرده؟ ای مردک من اون کس خیانت نکردم. ما این خیلی نکردیم. با کلتکل از خیانت کردی. کردم اما خودم ششتم. غیر از این کلتکل گفتگی آدم هم بیگناه نبود. از پسش گپ زدن خوب نیست اما جنایتکاری وزنی بود یعنی.
میگه ایپسش گپ زدن خوب نیست و با بدبخت ایپسش گپ زدسته. ای حیوانی بدبخت خیلی بود نبود و برادری من بود. ایپسی او گپ نزن که بین. ای رفیق کمیسر از برادری من یگان خبر هست. البته به فکرم که او زنده ایم برادر. چخیل زنده هست؟ سوال دادم که زنده است. یعنی زنده است نه مرده است ها؟ آدمی مرده رو باز چی میپرسی؟ مرده است؟ چه بچه؟ مرده است میگوید. یعنی این رو گفتم میخواد که توهو جسدش پیدا نشد گو برای همین او رو پرسید. یکی باستم مرده است گویه برادرم. مرد نه مرده است برادرم که مرده. دردی شما بسیار وزنین است. حالا هم درد برادر میکشد. عمیق و الله زنده است. خدا اگر جانم رو نگیرد یگان روز از یگان جا میبرد انشاءالله. خاموش ایستید. فکری تو را کسی پرسید؟ با شما هیچ به گپ در آمده نمیتواند میگویم. آیسته صحبت کنیم اما دایم زید میبراید. رفیق کمیسر درباره برادرم یگان خبری شود. من همین جایم. شوکت کرسفچ گوید همه میشناسد. لطفاً مرا خبر دهید میلش. خوب رفته گم شوید. حالا گم شدیم. حالا هم همین جایید. اجازت شما باشم ما دفع میشیم کمیسر. خیر روزتون بخیر. این سال دیوانه بودم. سگی گزنده. شغال ها. آمدند. ناویند. مادر آمدند آنها. دخترم من تو رو نمیدهم نمیخواهم. مادر چیکار میکنی؟ با تو چی گپ زده بوده ما؟ هیچ فهمیده نمیتوانی دخترم. من تو رو به مؤذن نمیدهم. ولی ما همدیگر رو دوست میداریم. قادر با دخترت یگان چیز نمیگویی؟ سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی پسرم. خوش باشد. یک کیلو سیب میخواهم من. سیب؟ آخر تو را نشناختم من. بیگانه هستی در این محله. تو را ندیدم نبامدی. نو کشیده من. نو با اینجا آمدم. خوش آمدی. به کدام خانه کشید؟ یک هجری از کو مؤذن. هجری ما. در یکم آشیانه او هستم. به خدا بچه خوب است. خوشبختانه زندگی کن. میدانی امروز برای خواستگاری دختری بابای قادر برای هجری میروند. انشاءالله میدهند. جوانها یکدیگر رو بسیار دوست میدارند میدانی. خب انشاءالله مبارکشان باشه. بخیر باشه. قادر جان از مهمان ها نمیپرسی که چرا آمدند؟ البته میپرسم زنک. شما چرا آمدید؟ آسیا جانم با ایو بگو که برای چی ما اینجا آمدین؟ ما چی میگم آخه؟ انا با چه خاطر اومدن من معلوم نیسته؟ یا که یا خبر نداشتن؟ مگر این خیل میشود خانم آسیا جان؟ البته که خبر دارند. قادر جان ما مگر خبر داشتیم که مهمان ها می آیند؟ من میدانستم زنک جان. ولی من نمیدانستم. نمیپرسی که چرا آمدند؟ شما چرا آمدید؟ هم خیزبه؟ برای چی آمدیم نمیدانی مگر؟ هم خیزبه چرا آمدن من میدانم او. زنم فهمیدن نمیخوام. یا ما را مسخره کردیستند. خیزین میریم. رفتیم. پدر با کجا میروید؟ از برای خدا شینید آخر پدر. این چی کردیستای؟ قهوه ها آمدن.
модар қаҳва овард. шумо қаҳваро дӯст медоред кушини? من قهوه را می نوشم میرم. اوش جوش اومدگی باشه یا نباشه؟ падар қаҳва, падар қаҳва, қаҳва. دیدستم خیلی گیرید. قهوه هجری بسیار سخت ایستاده. بچه هم سوزونده. آخر هجری نافهمیده شد. با تو چیزی شده؟ میسوزن مگر سوختن مگر هجری؟ اکم رو سوزوندی. تو چه خیلی دختر هستی؟ رو از اینجا. ای دخترم سر رویت نسوخته است دخترم. ای دختری بهنر بچه ما سوزوندی. خدای مهربانت چی خیل بدنی دختره با مادر رو نشانه. پدر چی ها میگوید پدر؟ از برای خدا یک قطره قهوه پری چیزی نشده. تو را سوزونده دیده و دونسته با همین دختر خواندار بشی. پدر سوخته باشم من سوختم. چیزی نیست خوبم. بچم پشتیش نگی. مجبور نیستی که با این دختر بهنر خواندار شوی. جواب شبته. حالی هم وقت است میریم. حالی یکم کار نکردیم و چیکار کردیم؟ بیا تستر بریم. استید یک دقیقه استید. شما دختری مرا به هنر گفته نمیتوانید. آفرین زنک جان. ای زنک بهنر بهنر میگن دیگه چی میگن؟ قنطه بزه وسیما. مادامی که دخترم رو به هنر میگوید چرا به خودگوری دخترم آمدید؟ آفرین زنک جان. هم دخترم رو به هنر میگویند هم خواستگاری میکنند. نه دختری شما را کی خواستگاری کرده؟ چی گفتیستی؟ آخر شما برای خواستگاری نامدید مگر؟ نه آمدیم. نباشه چیکار داره در اینجا؟ چایخری آمدیم. رفیقان یک دقیقه کمی آرام شوید. آرام شوید. سلام دخترم، تو رفته از نو قهوه دم کرده گرفته بیا. زود باش. میگویم که بیاید از نو صحبتمون رو آغاز میکنیم. از نو شروع میکنیم. نه من نمیخوام. بچه ما دختر شما را نمیتم. مرا فهمیدین؟ ما هم دخترمون رو به پسر شما نمیدیم. ما دختر شما را نمیخوایم. ما هم دختر را به شما نمیدیم. فهمیدید؟ برای پسر دیگرش رو یاب از دختر من دور شود. توبه اصلا دختری تا ای پشتی بچه ما میدوه. بین چخیل چسبیده است. هجری یگون کار بکن. سنم چیکار کنم؟ وضعیت رو نمیبینی؟ همه برباد رفت. خواستگاری هم کن. از کی؟ از کی میشود؟ از پدرم بخواه. من؟ البته تو بس کی دیگر میکند؟ نمیبینی والدین تو مرا خواستگاری نمیکنند؟ کنی هجری تو این کارو میتوانی؟ با تو باور دارم. کنی بکنی؟ نه تو با اونها نگر. ولی پدرت بسیار عصبی است. کنی هجری این کارو میتوانی؟ مایلش. جناب قادر. چی گپ؟ چی میخوایی؟ با امر خدا و قول پیغمبر دخترتان رو برای خودم میخواهم. نه تو گپ رو نمیفهمی؟ ها؟ دخترم رو به تو نمیدیم. نمیدیم. پدرت نمیدهد سنم. درست‌تر بپرس هجری. از این درست‌تر چه خیر پرسم سنم؟ قانونیش همین است. نمیدیم گفتم. نمیدیم. تو چه خیل دختر تا بچه مدن نمیدیم؟ تو در خانه من آتش میکشوی؟ چرا؟ شما چیکار کرده ایستاده ایلا؟ بابای خودی مگر ما در اینجا با این مهمانان صحبت شیرین کردن نمیتوانیم؟ همه را گرفته به بیرون روید. بابای خودی در این وضعیت نرویم چی؟ همه تان اجازت در شده روید. با سری ما رو آدم آوردسته. تو چی خیلی دختر تا مادر نمیتی؟ نگیریمش. نگیریمش. نمیدیم میگویم. نمیدیم. بخیر باشد انشالله. از کجا صدای تیر می آید؟ صدای تیر از کجا می آید پسرم؟ اکی جوهر تاجیلا با پلیس زنگ بزن. صدای تیر از خانه بابای قادر می آید. چرا همیشه من زنگ میزنم تو چرا زنگ نمیزنی؟ باز رقمی آنها بی پول است. یک لحظه ایستید، به هیچ کس زنگ نزنید. من پلیس هم حل میکنم. خیر.
نمیگیر بیرم آرام شوید خودتان رو به دست گیرید نمیگیر گفتم گرد یک تا چارده تیر پراندی ای باز 14 تیر دارم 14 تیر دیگر بارم شما چی کار میگید؟ دیوانه شده شما نداره چی کار میکنم؟ پلیس تسلیم شوید جناب سعدی این همسایه تو پلیس بود از کو؟ همسایه؟ تو عروسی ملیسایی؟ کمیسر مرادم سلاح ها را پایان کنید در حال همسایه خطه بدن وای کمیسر من حاضر به شما میفهمونم ما دخترم اون رو به اینها ندادیم خواستن ما رو کشند اونها رو دستگیر کنید تهمت به خدا که تهمت ای کمیسر اصلا بچه‌مون ما دخترش دادنی نشده برای همین ما را کشتنی ها اینها را دستگیر کنید آنها یکدیگر را دوست می‌دارند دهید روند کمیسر تو چه میگویی؟ آنها به خانم هجوم کردند دستگیرشان کن آنها را به شعبه بر نباشد شکایت میکنم من روی تو شکایت میکنم یگان حادثه نشده است که به شعبه روند کسی را نپراندند خدا خواهد به نزدیکی خدا میشوند کمیسر دستگیر کن آنها را دستگیر کن خوب شما هم تیر پرانیده اید کو ای برادر تو چخیل پلیس هستی؟ وای به خانه من آمده برایم تیر کشاد میگویم مگر من حقوق ندارم خودم را حمایت کنم من هم از حقوق خودم خوب استفاده بردم کمیسر اینها به نزدیکی خدا میشوند خدا خواهد این سلاح‌هایشان هم رخصت دارن یگان کمبودی نیست از من رخصت دارن از من هم از تو هم رخصت دارد البته کمیسر مگر سلاح را بی رخصت میگردانم مگر یک خل میشود خوب کنی به جایهایشان گذارید حاضر شما حالا هم از یکدیگرتان شکایت دارید من شکایت نمیکنم لیکن دیگر آنها رو دیدن نمیخوام بگذار آنها رو دیگر نبینیم هیچ نبینیم ما هم مشما بیزاریم ما شکایت نداریم کماندیر به اینم بچه مونه ای دختری به هنر ده نمیتیم ایرا گوهر بخشش نمیتیم راست ما با گوهر بخشش میتیم همین خیر آی چه خیلی خوب دهید که روند با گوهر بخشت میدیهم تو مرا خیانت میکنی هجری؟ چی خیلی خیانت سنم تو چی هم میگویی؟ مادرت چی میگوید؟ مادرم این خیلی گفتن نمیخواست گوش کن چی گفتن میخواست؟ چی گفتنی بود؟ این خیلی گویم سنم من آخر کجای این را به من میفهمونی تو؟ بیا تنها گپ زنیم ها بیا بچم رفتیم بیا که رفتیم بیا بچه جان بیا رفتیم بیا هجری؟ نصیبت نکند هجریه تو این را چی خیلی مرا دیدی؟ آخر من شیرینی رمضانی تو بودم چی شده کنون رمضان تمام شد شیرینی هم تمام شد مگر میفهمونم این خیلی گپ نیست توخی رفتیم روز بخیر روز بخیر بین چه خیلی خوب شد آنها رفتند خلاص شد دخترم من روند مادر باز می آید این زینب یک باره کار بارش رو پرتافته چرا به اینجا آمده باشد یک فکر کنید هیچ نفهمیدم زیر کاسه نیم کاسه است ولی به نزدیکی بویش می براید هر جا باشد خیشانش را یاد کرده است اکنون خیش و تباری شما هم می شود جانم با من چی کی می شود مادر جان ملیس در کجاست مادر جان نامزدش را گسیل کرده ایستاده است نامزدش در خوراک شام نمی ایستد نمی تواند چون که یک مجلس مهمی داشته است خیر چی خیلی که نباشد سرداری یک شرکت بزرگی است البته این فکرها می شود خوب ولی مادر جانم آخر ملیس اکای کمالم را دوست می دارد
бобар хушбахт намешавад. мелис аккаи сиёҳи туро дӯст намедорад, барқро дӯст медорад, фаҳмидӣ? инро ҳамеша дар ёдат бигир. ай дои маро асабӣ мекунад. мехостам бо ту хӯрок хӯрам, вале як маҷлиси муҳим дорам ҷонам. ҳеҷ гапе нест. бо диққат бош майлаш, туро бисёр дӯст медорам, медонӣ? мелис, барқро гусел кардӣ? ба куҷо? хӯрок мехӯрем. гурусна нестам модар. мелис, зиқам накун. кани гузашта ши. уф накун. чӣ кор мекунӣ? пешатро нигоҳ кун. рафта даҳону бинияшро мешканем. کار در راه. شما کی هستید در روزنها؟ مرا ورزشکارها زدن نتوانستند، شما میزنید. آه ملیسا، مرا گذاشته با این مرغ خانه دار میشوی. این رو با من چه خیل روا میبینی ملیس؟ دخترهای من، جانم، سلطانم. عزمی جان، ملیس دخترم، تو رو بسیار زیق میبینم. بین، به نزدیکی نامزدی میکنی. خرسند بودنت لازم. باید بسیار خوشحال باشی. همین خیلی نه؟ یا اینکه کمال تو را رنجان. کنی گپ زنید. کمال ناخلب به اینجا آمد. کنی گوید کمال آمد. آره از اینجا پیش کردم. به اینجا ناید گفتم. با چشمانم نگاه کرده گوید آمد یا نه آمد؟ نه پدر، چند روز شد که اکم نامده است. عزمی جان، آرام شو لطفا. تو پیشش کردی دیگر به اینجا نآمد. فکرش رو نکن. باید به من خبر دهید. سلام به همه. سلام اکا جون. جانم. پدر راست نیست. کنی بشین. پسر هم تو این دادرت را چرا صاحبی نمیکنی؟ باز چی کار شد؟ کاملا؟ با چی کار کرد؟ چه خیلی چی کار کرد؟ تو کار هستی؟ دخترم ملیس را زیق کرده است.
падарҷон, ман қатъю гап зада будам. чанд борига гап бизанам? باری دیگر با وی بگوی که به نزد دخترم ملیس نزدیک نشود. فهمیدم پدر. قطیوق به زبان خودش گپ میزنه. خوب میشود. سلام. زینب جان خوب استراحت کردی؟ بسیار خوب استراحت کردم. سلطانم این دخترم کیست که نشناختم؟ ای ازمی جان من فراموش کردم که به تو گویم. دخترم آن زینب شنلی دختری عمک زهرا و ملیس از آلمان آمده است. دختری عمکش یعنی؟ از آمدنت خیلی شادم. خوش آمدید. ممنون هستم. خوش باشید. با اجازت شما. ای زینب جان نرو کمتر پس خوراک میخوریم. من پیش از خوراک کمی هوا گیرم. مایلش. یک تلفن کنم. دخترم تلفن در حجره مانده است. رفته بیار. ایست تمام. تو پیدا نمیکنی. خودم رفته بگیرم. ака ҷон духтар махулат шуд чӣ? ишек ҷо ёфтӣ бо? эмон ака ҳушат рафт, ҳатто фурсат наёфтӣ ки бо ӯ шинос шавӣ. акаи зебои ман он худпарастро чӣ кор мекунад? хоҳари соддаам. ҳеҷ гап нест, бисёр духтари зебо аст. سلطانم فراموش کردم گویم امروز یک مهمان می آید. کیست؟ اجاره نشینی نو پایان خانه هجده خالی بود که آنجا را کرایه دادم. پالیس بود است. کی؟ وی نامش مراد است. چی است؟ کمیسر از پلیس است. این شام می آید. با ما شناسی ما کمیسر مراد نباشه؟ چی می دانم من نه؟ شام که آید اینجا می بینی او را. شاید شناسی شاید نه. از اون کمیسری ابله دور شدن بسیار کاری خوب شد. باز دیشب به یادم اومد موی سرم راست خیست. اژدهارم هر وقت میتواند به اینجا آید. باید با دقت باشم. به به، خانه کرایه ده را بینند. بخشش پشت رو نگاه کن خیرس. خیرس گفتی؟ تو کی رو خیرس گفتی؟ خیرس بچه؟ خیرس بچه گفتی؟ درست گفت زن بچه دقل. روی دختری بیزیب. ای بس هسته؟ رو گم شب. اصلا تو رو گم شب چیرکینی بیزیب. چی گفتی تو؟ چی گفتی؟ چی کار میکنی؟ مشت میزنی؟
چی شد مثل مایمون خاموش شده موندی؟ یک چیز را گویم، تو دردسری من هستی. رو با یگان کسی دیگر دردسر شو. با مغز سرت افلاسی در آمده است. رو تبابت گیر. به این حالو هم گپ میزند. کلا شلغم برین. کلا کدو. زردی پچق. چی شد؟ شخ شده موندی ترسانچک؟ ترسانچک از چی هست ها؟ تو؟ چی خیل مخلوق هستی ها؟ کی هستی ها؟ تو کی هستی؟ اول من پرسیدم تو کیستی؟ اصلا تو کی هستی؟